نه به نگاه کن مامان فیور داشته میره. خب ما هم بگید یکی جوجوه معلومش مامانش جلوش. بالام آزادن. این حرکتش هم خوشگل. آب سرد کنش. آب یخ ها. یخ. بدون هیچ لیوانی. اونورم چایی میدن. اگه دوست داشته باشه چای لیوانی میدن یا چیز کنن. اینجا خیلی هست. برو تالار یافته ها. روستای اصفهان کنم. اونجا فرض کن که توی یه همچین بافتی ولی خب بیام کجا وایسیم؟ که من توضیح بدم میخوایم چیکار کنیم. خودت نمیخوای تو سایه باشی؟ نه ها تو سایه وایسیم. هرچی که بچا تو من که وامیسم شما تو سایه وایسیم. بله دستمال تو خود چیز کن خیس کن مامان. سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدین به بزرگترین بنای خشت خام دنیا. من ابوذر هستم، راهنمای گردشگری بم، عکاس و داستان‌نویس و راوی اسطوره و افسانه‌ها. عاشق این کارم، زاده این بوم کهن. ارگ قدیم بم بزرگترین بنای خشت خام دنیا همراه 6 میلیون درخت خرما مثل یک نگینی توی یک انگشتر، کل اون انگشتر ثبت سازمان یونسکوه. یه بنای عظیمی که برای که عظمتش رو درک بکنید میگم که مجموعه کاخهای تخت جمشید نصف اینجا هم نیست و 4 تا میدون نقش جهان اصفهان توش جا میشه. یه شهر تاریخی که بنز تاریخ ایران قدمت داره. خب بزرگترین امپراتوری داشتیم چیه؟ هخامنشیان. 300 سال قبل از هخامنشیان اینجا شروع میکنه شهرسازی شدن تا انتهای قاجار اینجا زندگی میشده. این توانایی فرهنگی ثبت سازمان یونسکو هست. سازمان یونسکو متحیر شده که مردم اینجا با یه چیز خیلی ساده ای با یه چیز خیلی ساده، یعنی خاک، بدونی که آجرش کنن اینو بپزنش، خاک خالی رو حرارت ندادن، خشت و چینه، یه معماری رو بنا گذاشتن وسط کویر. بادو تو بادگیرا انداختن به دام و خنکش کردن و از همه مهمتر این که آب رو تو قنات‌ها، مجموعه قناتایی که آب برای بم میاره 5% آب زاینده رود آب داره. 6 میلیون درخت رو آب دادن و اینجا زندگی کردن. واسه تاریخ ایران بر تو کویر رو بر خورشید غلبه کردن. نه خشکسالی، نه کم آبی، نه جنگ‌ها، نه بیماری‌های همگیر، هیچ کدوم نتونست مردم اینجا رو از اینجا ببره بیرون. این توالی فرهنگی ثبت سازمان یونسکو میشه. یه شهر تاریخی که ربطی به هیچ پادشاهی نداره، در این حال هم مرتبط با همه پادشاهان ایرانه. دو تا بخش اصلی داره که اون بالا هست که قسمت حکومتی هست که همه مراتب حکومتی رو داره، مثل استبل و سربازخونه و حمام. یه بخش هم که الان داخلش هستیم که خود شهره، بخش عامه‌نشین هست. اینم با بازار شروع میشه و حمام و زورخونه و مدرسه. تقریبا 2 ساعت بازدید ما طول میکشه. از همه بهتره که من لوکیشن عکاسی رو بتونم نشون بدم. مرسی. عالی بود. قشنگ توضیح دادین. چک هم وایسیم همینجا. مرسی. با عرض خودش من رد شدم از
اینا فکر کنم تو زلزله از بین رفته. آره کلا همه اینجا صاف شده. و دوباره بازسازی شده. و این چیزای چوبی رو نگاه چقدر خفنه ناودوناش که مثلا بارون می اومده. واو سچه واو. ببین با یه حرکت خیلی ساده آب و مدیریت میکنه. خب بچه ها من اینجا این مسئله شما میگم. ما این سفر رو سفری در دل تاریخ ایران رو با بازار ارگ قدیم شروع می‌کنه. خب این بازار یه زمانی پر از کاروان‌هایی بوده که ابریشم از چین و ادویه از هندوستان می‌آوردن و اولین شهری بوده که اساس تجاری وارد ایران می‌شده. تو چارسومش ایستاده. توی این شهر افغانی که هست قشنگ اینو امتحان کنید کاشکیلو. راه برگشتن که البته خوردیم اومدیم. این عرق همون غلافی که شما اونجا نشون دادی گفتین چیه؟ آها من نشون دادم. آره این غلافش رو میگیرن، عرق رو میگیرن، خیلی خوشمزه است. حالا میتونید بگین شهدش رو شیرینیش رو کم کنه، ولی تخم شربتی رو بهش میتونه اضافه کنه که طعمش جذاب بشه. میشه بهار خرما یا کاشکیلو. آره ولی یه غلاف یه چوبه. آره که اساره‌ش رو میگیره. آها که بهار بهش میگه. اون چوبیه که شکوفه رو داخلش داره. خب حالا این مسئله دیگه با تراکتور بیاد. یه مسئله اولی تراکتور به شما بگم. ما با همون متریالی که نیاکان ما اینجا رو تولید می‌کردن کار می‌کنیم. خشت همونجور سنتی تولید میشه. سازمان یونسکو اجازه نمیده که هیچ شیوه مرمتی مدرن بشه در اینجا. تنها اتفاق مدرنی که اینجا از قبلا خشتا رو آقای دکتر دیاری با الاغ می آورد، اینجا الان خاک و اینو با تراکتور میارن. این تنها اتفاقی مدرنیته است. اگر نقشه یا فیلمی چیزی باشه ما اجازه داریم مرمت کنیم. اون سالی که می‌پرسید اینجا چه شکلی بوده چه قرار مرمت بشه، اگر نقش فیلم داشته باشه و همون بالاخره اجازه داریم مرمتش کنیم. اونا که نقش فیلم نداره کاغل میمالن که حفظ بافت بشه باقی بمونه. خب تراکتور امروز دور من توضیح بدم. من اونجا گفتم که این شهر با بازار شروع میشه. خب در این شهر ثبت سازمان یونسکو به خاطر توالی فرهنگی. چرا مردم اینجا اینقدر تلاش میکردن که باقی بمونن اینجا؟ این خیلی مهمه. رتبه دوم که اینجا ثبت سازمان یونسکو میشه همین قصه و داستانه. ما وقتی که ایران در واقع میخواد تموم میشه شهر نهایی بند هست. بعد وارد بافت بلوچستان میشه، آخرین شهر فارس نشینه. تمام کالاهایی که میوارد ایران واسه اینجا میومده و وارد میشه. این بازار بوده که باعث شده که مردم اینجا باقی بمونن. مثلا ما زرتشتی رو سرتاسر ایران اذیت میکنن میرن ایالات پارسی هندوستان، اینجا قیصری بازار ویژه در زرتشتی رو براشون درست میکنن که شما با پسرعماتون در هندوستان تجارت کنید کالا بیارید. توی ادبیات ما هم هست که هی داریم با هندوستان تجارت میکنیم. دقیقاً. بود بازرگانی ویرا توتی. آره. در قفس محبوسی با توتی چون که بازرگان عزم سفر را ساز کرد سوی هندوستان شدن آغاز کرد و داستان‌های مفصلیه که توتی و بازرگان اتفاق میفته. این تجارت با هندوستانه. برای همینه که ما فقط 14 تا محاصره تو زمان قاجار، چندین بیماری همگیر مثل طاعون مشهور دوره صفویه که وقتی به اروپا رسید نصف جمعیت اروپا مرد، جنگ‌ها، خشکسالی‌ها که دوره‌های 30 ساله معمولاً داره، هیچ کدوم موفق نشده که مردم بم رو از اینجا ببره بیرون. مردم بم همون کسایی که 2800 سال پیش شروع کردن اینجا رو ساختن. توالی فرهنگی بم با معماریش و بازارش ثبت سازمان یونسکو میشه. با اینکه اینجا بزرگترین منبع خشت خام دنیا هم هست، ولی عنوان ثبت شدنش این منظر فرهنگی، این تجارت و این معماری هست. همراه 6 میلیون. خب اما بازار که ابتدا قرار میگیره این نقطه ضعفی هم ایجاد میکنه. ممکنه دشمنی بیاد اینجا رو تصرف کنه. یکی از افسانه‌های خیلی زیبای اینجا هست، اینو میخوام شما بگم. یک پادشاه زیرک میاد دلبری میکنه از دختر حاکم و موفق میشه اینو بگیره. از اون دختری که جادوی بزرگ در دست داره. یکی از افسانه‌های زیبای شهر ما هست. خب بازار اینا پنجره‌های باستان شناسیه. یادشون نرفته. باز می‌ذارم که شما زیر رفتش چی بوده. خب یه سال دیگه هم پرسیدم بازار سنتی چرا اینجوری همه لبه دارن؟
ببین وسایلش که میخواید بذاره کاملا تو دسترس مشتری باشه دیگه. آفرین. ببین برخلاف اون چیزی که تصور میکنیم که به خاطر ورود حشره و آب و اینا هست، همش سرجم همش سرجم این نیست. بزرگترین علتش اینه تعامل فروشنده در حالی طول روز دیگه نمیتونه وایسه، میخواد بشینه با فروشندش فیس تو فیس باشه. برای اینکه همه بازارهای سنتی یه لبه‌ای دارن، هم محافظت میکنن آب حشره تو نیاد، همین تعامل راحت‌تر یا باری رو که میده راحت‌تر تحویله. و نشسته است یا نشسته است دیگه. این نشستش همتراز چش تو چش آره دقیقاً. تحویل بارش روی اون سوار یا قاطری که داره، کلا این حسنی که اتفاق میفته بازار سنتی همه یه لبه‌ای دارن، گاهن هم زیر زمین دارن. تو بازار بم تقسیم بازار از پشت ببین اون انباره. بریم اینجاها چیزی هست باز نیست؟ آره مرکبه و پتی سرا و چون مردم عادی زندگی میکردن، تزیینات اونا رو به دزدی و به آسیب نزدیک میکرده. ولی پر از الگوها و نقشای معماریه. یه دور کوچولوی توی ارگ 700 سال معماری داره. یعنی اگه شما بخواید صفویه رو ببینید میرین تو اصفهان، بخواید زنده رو ببینید میرین شیراز، هخامنشیان رو برین میبینین میرین تخت جمشید. ولی اگر بخواید یه بنایی رو ببینید که این یک کتاب 32 تا قوس معماری رو ورق بزنید یا 7 دوره معماری ایرانی رو ورق بزنید با بیاید ارگ قدیم. من در یکی از اساطیرمون هست که تو خدایی‌نامه توی اساطیر خدایی‌نامه قبل از داستان هرودوت هست نقل میشه که اینجا چطوری ساخته میشه. در نبرد خیلی سهمگین افسانه خیلی جذاب که اینو جایزه کسی که اون بالا میاد. خب بریم. پس ما الان میتونیم بریم دیگه اون تو، ما چون غریبه الان طبق اون چیزی که گفتی کسایی که تازه میان اینجا جای آخره وسایل تاجرها میومدن اینجا. میگه اینجا کاروانسرا بوده، یه کاروانسراست. بعد میتونسته بمونه آیا استراحت بکنه، اتراق بکنه. آها دستشویی اینا چجوری بوده اصلا داریم چیزی؟ آره سرویس بهداشتی. نه سرویس بهداشتی اون قدیم دیگه، اون چیزی که تعبیه میشده. حمام. ببین اصلا اینجا دو تا حمام خیلی جذاب و خاص داره. یکی از حمام‌ها اصلا ویو ابدیت. خب شما این بنا رو ببینید، اون بادا و پلافرنگیه، پشت اون پلافرنگی یه حمام اختصاصی است برای حاکم. واو اصلا یه شاهکاره. من میرم میشینم اونجا میگم خدایا این مثلا از این پنجره حموم چی می‌بینی؟ چه اتفاقی چجوری گفته من اونجا رو همون بریزم؟ میتونم همون این من بسازم. مثل خود من اهل ویو بوده. آره 5 ساعت می‌خوام. واقعا اون 5 ساعت همون که عادیه. خب همشون آره. خب آره میگم ولی ما تو افسانه‌ها داریم که یه پادشاه زیرک دلداری میکنه از دختر حاکم اینجا و از حریم بازار رد میشه. این واقعا این داستان جذابه، اینقدر این داستان قشنگه. این داستان رو بعضی کسان عکسام رو جلوتر گرفتیم براتون تعریف می‌کنم. باش. الان فهمیدم که تو سوال من جواب نمی‌دادی. خیلی قشنگه. دقیقاً. آره من یه تیکه کوچولو از این داستان بگم که دختری اینجا زندگی میکنه. داستان در والا میگم ولی میتونید بگید که دختری اینجا زندگی میکنه که جادویی پیدا میکنه و این جادویی که اژدهای نیرومند هست. خیلی جذابه. چون بود که اون دختر نیکبختی که سیب آکنده باد از داره رهبر بدید و سبک بد بده بشنو ز من این داستان شکل در بالاتر. اوکی بریم بالا. گرمه گوشی من هی خاموش میشه. من دلت نمیخواد از ابوذر فاصله بگیریم و شیرین صحبت میکنه. آه ناله لطفعلی خان اینجا بلند شده دستگیر شده و رفته همینجور به نکبت قاجار. عجیبه. من به سیر تکامل تاریخ و معماری خیلی علاقه‌مندم. یعنی ساعت‌ها صرف مطالعه اینو می‌کنم که سیر تکامل تاریخ و معماری و افسانه‌ها رو پشت سر هم عجیب کنم. پیچیدن پشت سر هم. ارگ قدیم توی 2000 خورده سال ساخته شده. خب مثل گوشه‌ها، مثل دستگاه موسیقی ایرانی پر از گوشه هست. دو تا رسیده به هم و یه گوشه ایجاد کرده.
یه جوری این گوشه ها به هم تطابق داره شما ناهمگونی احساس نمی‌کنی. یعنی می‌بینی که متقارن نیست ولی احساس نمی‌کنی زشته، در حالی تقارن جز زیبایی معماری است. تعادل در بی‌قرینگی داره. آره و این خیلی شاهکاره و بارها من این سخنرانی که شنیدم که آقا میگم میشه اینجا کسی بالاخره دستوری داده نقشه کشیده، نه هر تیکشو یکی ساخته و با مثلا با 400 500 سال اختلاف. ولی شما مثلا اومده مثلا فکر کن حصار سوم اضافه شده، سربازخونه استبل اضافه شده، سربازخونه تغییر کرده، بازار کامل تغییر کرده. همونجا که شما ایستاده بودین 700 سال معماری بود دیگه، معماری صفوی بود، معماری قاجار. یعنی معماری قاجار و صفوی نزدیک 450 سال اختلاف به هم چسبونده و همینجا ما هم سبک زندیه رو داریم هم سبک قاجار رو، ولی احساس نمی‌کنیم که به هم نمیاد. یه سوال من بپرسم. یه در واقع استانداردی باید وجود داشته باشه به نظر من که اینا وقتی که توی طول مدت مثلا 500 سال بعد میسازه از اون خارج نشه، یعنی چیزی داشته؟ نه ببین ما 32 تا شکل قوس معماری داریم. من بابای من معمار بوده، خودش معمار سنتی بوده. خب خیلی آدمای ساده و بی‌آلایش و کم سوادی بودن، یعنی سوادشون در کتابت نبوده. بابای من نمیتونست بنویسه. خب من احساس میکنم یه زیبایی شناختی درونی و پیوند عاطفی که با خاک و بوم داشته. آره دقیقاً. یعنی وقتی وامیسته جلوش تشخیص میده که الان کاش این مثلا یه خورده اینورتر بشه. خب من خودم داشتم دلیه فکر دلیه دقیقاً. من خودم داشتیم در یه زمین قوسی، در زمین قناسی یه کاری انجام میدادیم و اون معمار مدرنی که اومده بود داشت اینو بنیاد درست میکرد. من ایستادم گفتم خواهش میکنم این کارو نکن. گفت چرا؟ گفتم وایسا بودم بیا اینجا بذارش. آی کج شد. گفتم نه اون چیزی که تو میبینی کجی. و الان که ساخته هیچ کی نگفته این کجه، در حالی که هم اون کجه هم زمین کجه. همه چی کجه ولی به هم میاد. من همیشه میگم که ارگ بم از خاک ساخته نشده، از روح کارگران خشتمال و از روح کارگران بنا ساخته شده. یعنی اینکه خاک اینجاست چجوری میره بالا اینجوری ابهت پیدا میکنه. من خودم یه وقتی شده شب تنها اومدم نشستم نگاه کردم، نه که نترسیدم پرواز کردم. خب بریم داخل. خود اینجا خانه سیستانیه. دست شما درد نکنه. این درش تق تق نداره؟ از اون ور یه داریم اون ور هست. آره. سلام علیکم، شما خوبی؟ واو. بریم اون کدوم ور؟ حوضم داره؟ وای من عاشق این حوضام. سلام، خوب هستین؟ خسته نباشید. ما تو دفتر پایگاه جهانی هستیم. واقعا؟ آره ناساس؟ اینجا دفتر اینجا رو مرمت کنن. از همه مهمتر اینه که مرامتی که اصالت اینجا از یه چیزی بریم یه طرف که اینجا صداش میفته تو فیلمای ما. حالا اتفاقا سوزان باهاش آشنا هست. خب چه اتفاقی میفته؟ چه ریزکاری های معماری داره که ما باقی میمونه؟ اولا که سوال چرا اینجا با خاک درست شده؟ آره دقیقاً به خاطر اینکه بتونه بقا. من تو راهی که داشتیم می اومدیم اکثر خونه ها خاکی بود رنگش. خب یک مسئله هست. این فرنگستان لغت خیلی تر میزنه به واژه‌نامه‌های فارسی. ولی یک کلمه خوبی داره خصوص در مورد مصالح محلی در مورد من اون کلمه رو دوست دارم که اسم کلمه بوم آورده. خب ببین این که چرا خشت خواب درست شده برای اینکه خشت خاک هستی. جواب سوال ساده است. مگر امپراتوری می بوده مثلا هخامنشیان که از 2000 کیلومتر ورتر سنگ بیاره مثلا تنه‌های درختو بیاره تاج بزنه سقف بزنه برای تخت جمشید. مردم محلی ناچارن از مصالح محلی استفاده کنن چون نه اونقدر جاده وجود داره. جاده این امپراتوری همه راه‌ها به روم ختم میشه، زمان جولیوس سزار درست شده. خب این به مال امپراتوریه. مردم محلی دسترسی ندارن. پس وقتی مردم محلی از خشت استفاده میکنن قبل از اینکه وارد هر حرف رویا پردازانه‌ای بشیم میگیم آقا این بوم آور ساده ترین چیزها، یعنی ساده ترین سوالات رو در معماری جواب بدیم در معماری سنتی. خب ما حالا خاک در پیش داریم، در دسترس داریم. مردم محلی اومدن معماری جالبی بنا گذاشتن. اولا که شما ارزای دیوارا رو نگاه کنید، اومدن دیوارا قطوری درست کردن و یک گنبد رو درست گذاشتن روش. حالا گنبدا کجا اختراع شده؟
نمیدونیم، ولی قطعا تو کویر بوده. برای که درخت نبوده سقف بزنن. جواب سوال ساده است. خب سلام، هر خوبه. اومدن این گنبد رو زدن با 32 تا شیوه معماری. خب و سقف زدن. حالا در طول شب در نظر بگیریم این خونه خنک میشه. حالا صبح خورشید طلوع میکنه، خورشیدی که به خود سوزان خانم تا چند دقیقه دیگه نای رو از سوزان میگیره دیگه. آفتاب میزنه و یه طرف خونه شروع کنه داغ شدن، ولی این پی به این عظمت خنکه. تا آفتاب حرارت بیاد، ضریب انتقال حرارت خیلی پایینه، تا انتقال حرارت بیاد اینجا رو گرم کنه برسه داخل، رفته آفتاب رفته بالا، حالا رفته اونور، این ور همینجور کم کم میتابه تا این ورم گرم میکنه، غروب میشه. حالا با چی روبرویم؟ با یه خونه که گرمه. این بار سرمای هوا میاد، تا میاد اینو خنکش میکنه، دوباره دیوارا نمیذاره، کم کم تو رو گرم نگه میداره. چیزی که تو ژاپن نبود، من همش میگفتم. آره خود این دیوارها. اما در مورد شکل معماری چی؟ ما اون حیاط مرکزی رو درست میکردیم. حیاط مرکزی یه اتفاق خیلی جالبی ایجاد میکرد. ببین خورشیدی که تو زمستون میتابه تو اون قوسا، اون قوسا که بعد از زمان قاجاریه در اومد، دیر سقف‌ها کوتاهه، اون دیواره اتاق آفتابگیره. زمستون اونجا زندگی میکردیم. اما برعکس اتاقی که اینور که شما به طور غریزی اینور وامیستین که اصلا آفتاب نداره، اتاقای نثاری که با این قوسای صفوی هم داره، خب اینا خنک میمونه. و حالا در نظر بگیریم این ترکیب رو باد میاد داخل بادگیر، معمولا میره تو زیر زمین، چون دمای زیر زمین همیشه یه دمای ثابته، هوا خنک میشه، یکم مرطوب میشه، از یه تو کانالایی میاد به شکلی وارد اتاق میشه، اتاق رو خنک میکنه. اما خود حیاط مرکزی چیکار میکنه؟ وقتی که باد رد میشه، دیدین توی تایر ماشین باد میکنی چون فشرده میشه تایر داغ میشه؟ توی این حیاط مرکزی ها برعکسه، چون یهو منبسط میشه خنک میشه. باد که میوزه، چون یهو با یه چاله بزرگی روبرو میشه، کوران درست میشه، دمای باد چند درجه از اون بالا بخاطر این انبساط خنک میشه. ترکیب انبساط و کوران و هوا و خنک شدن هوا، ترکیب بادگیر و گودال باغچه ها و زیرزمین خود همین حوضچه هایی که اینو مرطوبش میکنه و تو قنات ها میزنه، ترکیب جهت خونه ها که به سمت آفتاب هست یا نیست، و ترکیب ضخامت این دیوارها که در طی روز آفتاب نمیتونه گرمشون بکنه، معماری رو ایجاد کرده که در بم به عنوان یکی از اتفاقات مهمی هست که ثبت سازمان یونسکو میشه. ما معماری چینه و خاک و خشت و باد و بادگیر و قنواتمون در بم ثبت سازمان یونسکو میشه. بم ورته باغ شازده یکی از جایی است که خیلی از صفت‌های رو حادث شده که ثبت سازمان یونسکو شده اینجا، و به همین زیبایی و به همین کارهای قشنگی که میکنه. و گفتم آره تزیینات نداره، چون تزیینات باعث میشده که دزد مشتاق بشه اونجا رو دزدی کنه یا یه مسافر طمع کنه به دزدی اونجا، ولی پر از شاهکارهای ریز و جذاب معماریه که ساعت‌ها میشه بهش نگاه کرد. ما در یک خونه هستیم که حیاط مرکزی متعلق به خاندان سیستانی، آخرین حاکمان شهر بم که اینجا رو داریم می‌بینیم. سمبل خونه‌های اینجوری داریم، اون بخشش هم هست. قدیما بلد بود. من این ابوذر و نبوذر اشتباه نیومدیم. باش بیا. چیشو بیشتر کن. نه آب هدر میره. داره خنک میشه. محفوظ. بریم به نظر. یعنی یه هوای کرمون میکنه از همه بیشتر به من میچسبه. بیشتر رو من میده. حتی نوبتی هم پشتش هم میتونیم وایسیم و هدر نره. تهران بچه یه سری چه بارونیه. رستوران ها این کارو میکنه. محفوظ. بپاشش که بیشتر آره بهش میگم هم زیاد خنک شد بچه شانس شما. این عزیز الان فرش میکنم ببین چیکارش میکنم. صفحه که هست بزش میکنی. الان وحشی میشه. باد میاد.
بچه‌ها یه شما میگم هر کی خیس شد سریع بره تو اون کانال تو دره واسه این چه اتفاقی میفته. برو تو دره میشه. حالا بیا تو دره بیا تو دره. خودت گفتی. خیلی خوب شد. بریم تو اون کانال. هیلا یه ذره آبم بخور مامان. خیس شدی فکر کنم الان یخ داری میزنی. در جالبیه. واو خنک کولر دستی. ایزا تو دیماسی سال 53 یه فیلم ساخته میشه به نام صحرای تاتارا. فیلم ایتالیاییه و اتفاق خوبی هست چون پر از فیلمایی هست از جاهای مختلف اینجا. این در از ماها ساخته میشه میاد. ما این در جدید بود چون مردم اینجا احساس افراد در پنجره با خودشون بردن. خود مفهوم لغوی کلمه حلقه‌های داخل قلعه‌های دیگه است. این تنبالا 4 تا دژه. اون اولیش بود، این دومیشه. برای که تصرف بشه 4 تا دژ باید تصرف بشه. این 4 تا حصار کامل. از تو حصار دوم که می‌بینیم این قسمت حکومتی شروع میشه. اینی که چرا این کوبه ها مثلا زنان مردم نداره؟ اولا که قدیمی نیست، دوم که اصلا مفهومی نداره. چه مقر حکومتیه. نیست یه زن در هر سال خود در باز کنه. و یه زنی در بزنه. چرا اینجا؟ نه رو مادگی نداره اینجا. یکی از داستان‌های خیلی جذابی که تراکتور شده ماشین اتوبوس قرمزه جهان با من برقص. وسط کار میاد دیدی جهان با من برقص. نکات خیلی جذابی که اینجا میفته من گفتم بازار ارگ ابتدا هست. چرا؟ که تجارت تا هم پایین اتفاق بیفته و بیشتر نه بالا دیگه. اما تو افسانه ها میگفتم که یه پادشاه زیرکی میاد به بهانه تجارت وارد شهر میشه، شهر رو میگیره. من میگم همیشه راهنمای ارگبن باید همه سلسله‌های تاریخی رو حالا جزئیات معماریش هم ندونه ولی ریتم تناوبش و اومدنش و سیر تکاملش رو با جزئیات بدونه. خب چون دیگه نمیتونه ارگ رو ارائه کنه. یک کتابی که کل ورقه تاریخ رو باید ورق بزنه. یکی از اتفاقات جذاب انتهای حکومت اشکانیان میفته. حکومت اشکانیان خودشو میراثدار ساسانیان میدونه، خودشو میراثدار هخامنشیان میدونه، ولی خب ساسانیان که میاد یه جوری اشکانیان رو پاک میکنه که میگه ما اصلا چسبیده بودیم به هخامنشیان که احساس خدایی در دل مردم ایجاد کنه. بنیانگذار حکومت ساسانیان کیه؟ شاید واقعا پادشاه دوم ایران باشه از ارزش تاریخی که برای گذاشته. اردشیر پاپاتا بنیانگذار سلسله ساسانیان. اردشیر پاپاتا؟ پاپک. واقعا رفت باشه دکتر بذار بگم. یکی از افسانه‌های خیلی زیبایی که وجود داره که نقل از کارنامه اردشیر پاپکان بنیانگذار سلسله ساسانیان است. وقتی که اردشیر پاپکان داره در زمان فارس قدرت می‌گیره یک اتفاق خیلی شگفت در عرب قدیم میفته. حکومت مرکزی ضعیفه، حکومت اشکانی. بخاطر حاکم کردن مردی زندگی می‌کنه که 7 تا پسر و یه دختر داره. چون 7 تا پسر داره بهش میگن 7 بار. هر کدوم پسر بود. ولی این دختر رو خیلی دوست داشته. و کاری بود که می‌دید ریسندی. در روزی از روزها که برای ریسندی به اطراف شهر قرار بده یک کرمی رو ببینه که اون که تاریخ اردبیل و تاریخ حکومت ساسانیان رو و شاید تاریخ ایران رو عوض می‌کنه. چطور میشه؟ چون که دختر نیکبخت یکی سیب
آب کند و باد از درخت بر بدید و سبک بر بدید بشنو ز من این داستان شیرین. چون میکروف بیوه اندر گزید یکی در میاد که به قلب انگشت برداشتش میزدش داخل دوک نخریسی. وقتی که میره داخل با بقیه دخترکان زیر دستش